گنجایش این بند تخمینش 1.8 میلیارد متر مکعب است که اینجا ذخیره میشه و با حدود 65 هزار هکتار زمین از آبیاری میشه و در پالوش 27 مگاوات برق هم تولید میکنه این بند. بس چطور از انجینر صاحبا کارمنده کلا داخلی است یا خارجی هم است؟ کلگی داخلی هستن، همینجا که حتی زیادتر مواد ما داخلی است. تمویل سیخ ما از ملی استیل است که کمپانی داخلی افغانستان است و انجینرایش هم انجینرای خود وطن ما و شما است. دیگه کل کارا را افغانای خود ما و شما کردن. خب فعلا انجینر صاحب در کجا ایستاده هستیم؟ خب فعلا ما و شما امی دو دانه تونل انحرافی داریم که یک تونل کلان ماست، یک تونل خرد ماست. ما و شما میریم بخیر از تونل کلان شروع میکنیم و همینطور به همین مسیر میاییم. شما در مورد از این پایه ها بگوینی برای چی ساختین پایه را؟ این به نام واتر استاپر یاد میشه. کنترل یا سپیت هوا کم میکنه وقتی که اینجا ما شما پیش میریم. اینجا ما شما یک چمبرگیت داریم، دروازه داره داینده بخیر که او مسیرش بند شوه. باز به این مسیر با مرور زمان اینجا ویلا داده میشه برای زراعت و برای شدت آب برای آب است که آب کنترل کنه. انجینر صاحب قرار است چه وقت بعد از اینجا بخیر آب عبور کنه؟ دیگه این خواه آماده است به بهره برداری ما سپرده ما دیگه بخیر که چطور کاپردیم شروع شود دیگه به این مسیر حرکت. یعنی ای آماده و تیار است؟ ای آماده است، یا به استفاده آماده است که از استفاده شود. بسیار خوب. امی طول تونل چقدر است درازیش؟ دیگه طول سیده ما دو تونلونه لرو. دیگه غټ تونل ستاسو ویني دا 521 متر طول لري. 521 متر طول لري. 521. او څنګه چې فرعي تونل ده دغه 550 متر طول ده. آها 556 متر. خب تونل دیگهش. خب